باعث خیلی هم خرسنده است که در نتیجه با یک گویم که معیار معین وارد شدن سیستم انرژتیکی و برآمدن از بنبست کمیونیکاسیونی با آن آورده رسوند که در تاجیکستان ساحه صنعت ترقی کند. از سال 2018 سرور دولتمان محترم ایمان الرحمن هدف چهارم استراتژی صنعت کنی با سرعت مملکت را به میان گذاشتند و امروزها بینید در تمام گوشه‌های کنار تاجیکستان ساختمان یا که برپا کردن ساحه‌های صنعت پیشرفت می‌باشد. ساحه‌های نو پیدا شدن، یعنی ساحه‌های کارکرد متالورژی یا مانند طلا، نقره، نیکل و دیگرها در تاجیکستان اینچنین ساحه متالورژی و گویم که به راه انداخته شد و اطمینان کامل داریم که مقصد اساسی جناب عالی از آن عبارت است که بعد عملی شدن استراتژی چهارم صنعت کنان با سرعت تاجیکستان عزیز ما از سیستم اگراری صنعتی به سیستم صنعتی اگراری مبادل خواهد گشت و همه این موفقیت هایی که امروز خلق عزیز ما به دست آورد زیر سروری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می باشد و آن هدایت پیشوای معظم ملت ما تاجیکستان و پیش این سرمشق فعالیت هر یک شهروند تاجیکستان عزیز ماست و تاجیکستان و مملکت پیشقدم تبدیل خواهد یافت.